أوحى به الله ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ فيا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که برای ما و شما فرصت عنایت فرمود و لحظات را با هم انشاءالله در مورد مسئولیت های ما، در مورد وظایف ما صحبت خواهیم کرد. تمنا میکنم که این برنامه هایی که اجرا میشه سبب هدایت خود ما و همه کارکنان شبکه جهانی وسائل حق و شما عزیزایی که در پای تلویزیون نشستین و برنامه ها را تماشا میکنید. از الله منان میخوایم که این کار ما را، این وقت ما را که در اینجا سپری میشه، این صحبت هایی که در اینجا میشه در میزان حسنات ما، در میزان حسنات ما حساب بکنیم. در این چند برنامه که گذشت در مورد عبادات ما و تأثیرش در خود عبادت گذار و اعضای خانواده بحث کرده آمدیم. الله متعال که انسان آفرید، یک وظیفه به او سپرد که او عبادت الله هست و این قرآن برای ما به وضاحت میگه که اعوذ بالله و ما خلقت الانس و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فقط بر عبادت ما را الله خلق کرد. چرا؟ مگر در این دنیا دیگه کار و بار نیست که الله صرف ما را به خاطر عبادت آفرید؟ و میبینیم که الله دین اسلام با ما باز هم دستور میده که کارها زیاد است، اما هیچ کاری نباید مانع عبادت الله شود. عبادت ما و شما را هیچ کاری باید اخلال نکنه. ما کارهای ما را فدای عبادت ما کرده بتونیم. ما از عبادت ما نمیتونیم بگذاریم به خاطر کار، اما بگذاریم کار به خاطر عبادت. حتی به خاطر عبادت وطنشان مردم گذاشتن رفتن. مثال برجسته و اولینش خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی مانع دعوت شد مردم، دیگر دعوت به بنبست رساندن، الله دستور داد که برو حبیبم این مکه را ترک بکن. زادگاهش بود، وطنش بود صلی الله علیه وسلم. همین رقم ما و شما هم باید که مال ما، کار ما، اولاد ما مانع عبادت ما نشود. وقتی ما میگیم که اسلام انسان ساز است، اسلام است که انسان می سازه. الله پیش از خلقت ما قرآن سرشته کرده بود، قرآن برای ما ترتیب داده بود، تیار کرده بود.
پیش از اینکه انسان خلق شود. و وقتی انسان با شرافت میشه، با کرامت میشه، با اسلام است. اسلام عزیز است که انسان شرافت و کرامت میبخشه. در غیر از او انسان اگر همه اسلام نباشه، همه قرآن نباشه که راهنماییش میکنه، کار انجام میده که حیوان پیشش پشت دست میشه. مثال های زیاد داریم در همه روزگاری که ما شما زندگی میکنیم. وقتی میبینیم کسایی که از اسلام بیگانه هستن و یا بدتر از او با اسلام میجنگن، میبینیم چطور مرزهای انسانیت میشکنن، قوانین زیر پا میکنن، حقوقی که خودشان دعوای حقوق دارن، حقوق بشر، حقوق فلان، کار انجام میدن که حیوانات وحشی درنده هم او کار انجام داده نمیتونه. میبینیم اطفال معصوم، زنا، مردای پیر، جوانان غیر محارب، اینا رو میکشن با بسیار فجیع ترین شکلش. از هر نوع سلاح باید استفاده بکنن برای از بین بردن حتی اینا. آبادی ها رو ویران میکنن، مسجد نمیگن، مکتب نمیگن، شفاخانه نمیگن، دریا نمیگن، پل نمیگن، سرک نمیگن، کشتزار و مزرعه نمیگن، همه رو باید ویران بکنن. این از امون چوکات کرامت انسانی و شرافت انسانی بیرون است. اما اسلام است که برای ما زندگی ما را سر و سامان میبخشه، حتی دوستی و دشمنی را مرزبندی میکنه، جنگ و صلح مشخص میکنه حدودش. جنگ یعنی چی؟ چه وقت جنگ شود؟ اگر وقتی جنگ در بگیره چی کارها شود، چی کارها نشود، کدام حقوق مراعات شود. وقتی میبینیم در مصداق همه صحبتی که ما میکنیم، میبینیم هم جنگ های امروز. امریکا وقتی به افغانستان و عراق تجاوز کرد، حمله کرد، هرچی دلش خواست کرد، کشت، ویران کرد، زندان ها را پر کرد، یک دیر هم گرفت برد گوانتانامو. و یادم میآید از وزیر جنگ او وقت که رامسفلد بود، یک خبرنگار پرسان کرد که شما با اسرای جنگی چه رقم معامله میکنید؟ خنده کرد، گفت اینا اسیر نیستن، اینا گفت انسان نیستن. نعوذ بالله. اونا کی بودن؟ شما با کی جنگ کردین؟ با حیوانات جنگ کردین، با درخت و سنگ جنگ کردین، شما انسان ها را گرفتین. ببینیم اینا میل خودشان بوده که باید تصمیم بگیرن انسان، حیوان، آبادی ها را چه رقم برش برخورد بکنن. واقعا کرامت انسانی پایمال شد و هنوزم میبینیم در سوریه چی میگذره، در هر گوشه دنیا، در کشورهای ما مسلمان ها چطور برنامه ریزی میکنن و بعد از او عمل میکنن، هر چیزی برای از اینها حلال میشه. باز خودشان هم دعوایزی میکنن که جنایتکارای جنگ باید گرفت. بیاییم که از اسلام کمک بگیریم. اسلامی که برای سعادت ما آمد، متضمن خوشبختی انسان هست. اسلامی که از ما عبادت و بندگی تقاضا داره. و ما و شما در چند روز سر مسائل عبادی ما و اثر از این سر یک انسان، وقتی الله انسان آفریده برای عبادت خودش، چرا یعنی عبادت چی داره که انسان مکلف و مجبور است به انجامش؟ چه فایده داره برش؟ بدون شک خداوند همه چیز برای خیر و سعادت ما دستور میده. اگر منم میکنه به خاطر خیر ما و اگر امرم میکنه به خاطر خیر ما. همین عبادت است که انسان آرامش میبخشه، قلبش مطمئن میکنه.
رنجش گل میکنه به حساب عوام خود ما بکنیم. اگر نماز است، اگر روزه هست، اگر زکات است، اگر حج است، وقتی میبینید در دوام از این وقت دستور میده که نماز بخوانین، اگر میگه که شما روزه بگیرین الله متعال، اگر میگه شما حج برین، در آخر این دستورات میبینیم میگه لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون. سبحان الله. همگیش برای فلاح و رستگاری ما، برای خیر ما، کامیابی ما، سعادت دنیا و آخرت ما، آرامش قلب ما. این قلب اگر مطمئن و آرام باشه ما مشکل دیگه نداریم. همه تشویش های ما از نارامی قلب هست. به این ترتیب حالا ما به دوام صحبت گذشته ها می آییم که نمازی را که الله منان و ما دستور داده و هیچ عذر را هم خصوصا از پسری که جوان میشه تا که بمره هیچ عذرش قبول نمیکنه. برای مردها میگه یا عقلش از سرش برایه یا جانش، دیگه عذرش مورد قبول نیست در تأخیر در نخواندن نماز. بنابراین ما نماز وقت ارزش قائل شدیم، برش اهمیت قائل شدیم. چرا نماز میخوانیم؟ چه رقم نماز بخوانیم؟ چه وقت نماز بخوانیم؟ در کجا نماز بخوانیم؟ همگیش برای ما مرتب شده، ترتیب شده، پلان شده، برنامه ریزی شده. هیچ کس هم حق نداره از خودش چیزای علاوه بکنه و بگه که من این شکل نماز میخوانم یا این وقت نماز میخوانم یا در اینجا نماز میخوانم. همگی برای ما گفته شده. ما در برنامه گذشته در جای آمدیم که ما والدین و باغبان‌های دلسوز تشبیه کردیم که شما عزیزای من، شما مادر و پدر، شما نمونه ها باشین برای اولادایتان، نمونه های عبادت باشین، نمونه های نمازخوان باشین، نمازخوانی باشین. اونا شما را ببینن، از شما یاد بگیرن که نماز بخوانن، به نماز ارزش قائل شوند، به نماز اهتمام داشته باشن. گفتیم شما این نهال ها را یا این گل های باغتان چنان تربیه بکنین که اگر رنگ و بویش شما را باید جذب کنه، شاید در زیر سایه از او درخت هایشان یا در بوی خوش او گل ها و یا در قشنگی او گل ها شما دلتان تازه شود. در گورم اگر رفتین، در گورم آرام میخوابین. حالا چه رقم زمینه سازی کنیم برای ای که اولادهای ما نماز خوان شوند و نماز دوست داشته باشند و از هر چیز بتونن بگذرن الا از نماز. وقتی ندا داده شد که حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بشتابید به طرف نماز، بدوید به طرف خیر و سعادتتان، دیگه همه چیزا رو رها کنن. ما شرایط را که برای اطفال ما، برای نوجوانهای ما در نظر میگیریم، باید فکر ما باشه که پیش از اینکه اونا بالغ شود اهمال نشود. حالا ما در بیرون چی عواملی هست که ما میتونیم با در نظر داشتی و چیزهای بیرون ما ارجمندای ما را به طرف نماز تشویق بکنیم؟ در اطراف و در ماحول بچه های ما چی هست؟ چی رخ میده؟ و چیزهای هم در داخل وجود ارجمندای ما، در قلبشان، در دماغشان، در فکرشان چی ها باشه که اینها تشویق شوند برای اهتمام به نماز، برای ادای نماز. ما وقت محیط خانواده را میبینیم، محیط اجتماع را میبینیم،
کسانی که با ما سر و کار دارن، اینا عوامل یا اسباب بیرونی هستند که در خواندن نماز اثر دارن. اینا نقش سازنده هم دارن، نقش تخریبی هم دارن. میتونن بچه های ما را دور کنن از عبادت، میتونن به عبادت نزدیک کنن. ما اگر که در داخل خانه ما وقتی میگم شما پدر و مادر، بزرگان میگم، برادر کلان، خواهر کلان، شما قال الحمدلله نماز میخوانید، حالا چه کارهای دیگه بکنین که این نماز شما شوقش در دل بچه ها هم، در دل از شما کوچکترها اضافه شود، پیدا شود، تقویت شود. یکی همین است که شما مثلا در رابطه با نماز صحبت کنین. وقتی نماز خواندین و یا وقتی پدر از مسجد آمد که مادر در سر سجاده هست نماز میخوانند، یک موضوع در رابطه با نماز صحبت شود. سجده سهو در نماز چطور است؟ نماز وقتی میخوانیم باید فکر ما را جمع کنیم. یک کسی نماز میخوان، یک حکایتی از یک نماز خوان، یک شعر، یک اناشید یا یک ترانه‌ای که در رابطه با تشویق کردن به نماز است یا فضائل نماز بیان میکنه، این را بخوانه، یک کسی بیان شود، یک کسی مانده شود که یک کسی صحبت میکنه در رابطه با نماز یا فضائل نماز میخوانه، که خود از این در فکر بچه ها یک موضوعات را داخل میکنه. اونم شاید در این جریانی که شما ما بینتون صحبت میکنین اونم داخل صحبت شود و این قصدن شما بکنین. شاید که برای شما اونقدر مهم نباشه، شما فهمیدین، میفهمین که سجده سهو چرا میکنین یا چرا نماز میخوانین، ولی به خاطر اونا بفهمن. قصد شما فهماندن اونا هست. او وقت است که جر و بحث صورت میگیره در رابطه با نماز. بچه اگر که ریزه پولی مادرش استاده میشه، دختره که نو سر پای آمده، او میبینه مادرش میخونه پولی مادرش استاد میشه، سر خود زمین میمونه. یک تشویق از وقت مادر سلام گشتن در آغوشش بگیره بغلش کنه، صدقه شو چقدر نماز مقبول خواندی تو. شما ارتباط بچه ها حرکت کسایی که اونا هم نماز خوان هستند یا شما با فامیل های رفت آمد داشته باشین که اونا به نماز اهتمام دارن، بچه هایشون نماز خوان هستند، مسجد رو هستند. وقتی که بچه های شما اونها رو میبینن خود به خود اونها هم تشویق میشن، باز اونها به زبان های کودکانه خودشان با هم راز و نیاز میکنن، گپ میزنن، من مسجد رفتم یا من نماز خواندم. خود امی گپ، امی کار سبب میشه که بچه ها تشویق شوند برای نماز خواندن. شما نمونه های از نماز خوانا را، کسایی که به نماز اهتمام کردن، بریم داستان های پیامبران را بخوانیم، داستان های از سیرت رسول الله بخوانیم صلی الله علیه وسلم، از اصحاب پیامبر بگوییم، از دوستای خدا که در رابطه با نماز اونا کارایی کردن، نماز برش اهتمام داشتن. ما یک چیزی را میخواندم، یکی از علما پیر شده بودن، تا پایشون از کار رفته بود، نمیتونستن خودشان برن. برای اعضای خانواده میره خواهش میکردن ازشون وقتی که اذان داده میشد میگفتن ما را ببر به نماز. چند وقت بردن و به تکلیف بود مرد عالم خدا دوست. بچه ها یک وقت گفتن پدر شما معذور هستین، شما به سرتان نماز بخوانید، شاید که شما را پیش پروردگار
این عضلتان مقبول هست. شما نمیتونین با پایتان برید. طرف بچه ها سیل میکنه، بچه های میگن وقتی مؤذن صدا میکنه که حی علی الصلاة حی علی الفلاح، من چطور جواب ندم؟ این کار سر من نکنید، مرا برین به مسجد. مرا چی وقت شما در مسجد نمیبینین؟ وقتی که مرا در قبرستان بردین. سبحان الله. مرا اگر در مسجد ندیدین، مرا باید در قبرستان مشاهده کنید. مرد پیر، او با نماز سر و کار داشت، نماز دوست داشت. همونطور که رسول الله گفتن اصلا من از نماز سیر نمیشم، نماز نور چشم من هست. سبحان الله. اینا تربیت شده در مکتب رسول الله هستند صلی الله علیه وسلم. دیگه وقتی منادی مرا صدا میکنه که بیاین به طرف نماز، من چطور جواب ندم؟ من شنیدم، از آن شنید. در خانه نمیخوانم، میگم من بر مسجد. شما این داستان ها را برای نازنینا قصه کنید که مردم دو حد دو سن و سال اینا اهتمام داشتن به نماز. حالا ما بچه های جوان داریم کلان شدن. بعضی کسا هستند که صاحب اولاد هستند به نماز اهتمام ندارن. این نماز خیلی خوار شده، نماز در بین امت ما. بعض وقتا شما مسجد ها را در 5 وقت نماز با مو رقم نمی بینین که مثلا در روز جمعه می بینین. و وقت بیرق اسلام دوباره زنده بلند می کنیم که نمازهای جمعه ما عددش برابر به نمازهای صبح ما باشه، به نمازهای خفتن ما باشه. برای بچه های ما بگوییم که چرا امروز ما امت اتر خوار و ذلیل شدیم. نماز ما فراموش کردیم، از نماز ما غافل شدیم. قدر و منزلت نماز پیش ما قدر نیست که مثل پیش اجداد ما بود. شما با این قصه ها و با این الگوها و نمونه ها شما اونا را به طرف سعادت و خوشبختیشان تشویق میکنید. خود والدین، شما پدر دلسوز، مادر که دلسوز، شما هستین که اولاد میسازین، تربیه میکنین. اونا به طرف شما میبینن. اگر شما در وقت نماز صبح که اذان داده میشه یا جایی که مسجد نزدیک نیست، حالا خود در خانه های ما وسایل هست، اذان میته در خانه های ما، از تلفن، از ساعت، باید فوراً بیدار شوید. بسم الله بگوین و بخیزین، بلند بخیزین. این تشویش نکنین که بچه های ما بیدار خواب میشن. اونا را عادت میدین شما. خوابشان اونا پوره میکنن. شما غم خوابشان نخورین، ولی غم نمازشان بخورین. وقتی که شما اولاد میتونین به طرف مسجد ببرین، پدرها، برادرای کلان من، جوانای عزیز من، شما وقتی خودتان مسجد میرین برادرکای خودتان ببرین. ولی لیکن چه قسم میبرین؟ اینا رو بسیار به دلاسایی، به خوشخلقی، یگان تحفه بتین، یگان ساجق، یگان چاکلیت، یگان شیرنی. کلاگاکایش بپوشنید، برش کالای مخصوص نماز بخریم، برای دخترکای نازنین، برای دخترکای کلان. حالا خود در بازار لباس هایی که برای نماز، لباس نماز، حالا الحمدلله اهتمام کردن مردم میبینن که جوان ها به طرف نماز شوق پیدا کردن، حالا برشان زمینه سازی میکنن. جای نماز های خرد در بازار پیدا میشه، سجاده های خرد برای اطفال. این چی از برای شوقش است که من خودم جای نماز خودم عوار میکنم. کلاگک برابر سرش، تسبیحش، چیزایی که خوشش میاد، دوست داره. بر دخترکتان یک لباس خوب بخرین که خوشش بیاید. اینو به چی؟ بر نمازت خریدم، این چادر بر نمازت خریدم. سبحان الله. اینا هست که عوامل بیرونی هست، اونا رو به نماز تشویق میکنن، جلبشان میکنن.
شما بعض وقت پدر عزیز، مادر جان، شما وقت نماز دارن میخوانین، ولی الحمدلله در بعض جاها بچه های ما خانهشون جدا هست. وقتی فهمیدین که پسرتان دخترتان در اتاقش رفته درس میخوانه یا مشغول کارهای شخصی خودش است، جای نماز اکتانو بگیرین برین در اتاق از او، در اونجا پرتین بچه اینجا نماز بخوان. او میبینه شما را که شما به نماز اهتمام دارید. شما وقتی که اولاد در قلبش محبت نماز گذاشتین، باز شما خودتان راحت میشه. و بعدش شما را اگر فکرتان نبود در کار مشغول شدین، مادر جان می وقت نماز است، پدر مسجد نمیری، پدر جان اذان داد نمیری، سبحان الله. او وقت است که شما دلتان جمع میشه، اونا رو با قرآن خواندن تشویق میکنین، میارین برشان کست ها میارین، سیدی ها میارین، وسایل رو میارین که الحمدلله امروز در هر جای است. شما یک شیخ، یک قاری که یک آواز خوش داره، او رو برش بشنوانید، او بشنوه، انس پیدا کنه با قرآن. یعنی خانواده چی وقت سر و سامان میگیره، در اون خانواده نظم، دیسیپلین، مقررات جابجا میشه که در اونجا عبادت خدا شود. اعضای اون خانواده و عبادت شوق و علاقه داشته باشن. در اونجا میبینیم که محبت بین اعضای خانواده، اونا در بسیار چیزا با هم مشوره میکنن، در بسیار چیزا رعایت یکی دیگه شان میکنن. او پدرهایی که برادرکای بزرگی که مثلا مسجد دور است نتانستن برسن به مسجد، در خانه جماعت میکنن. همگی اعضای خانواده خرد بزرگه، برای هر کس یک سجاده هست، یک جایی رو برای نماز اختصاص بدین. شما ببینید ما شما در خانه های ما خانه مهمان ها هست، خانه خواب هست، جایی هم برای ذخیره وسایل ما هست، جایی هم برای مواد آشپزخانه اختصاص دادیم، یک جایی هم برای نماز اختصاص بدیم. اگر شما جایی رو برای عبادتتان در داخل خانه داشتین، اختصاص دادین که این جای نماز است، این جای عبادت است، شما او خانه را آباد کردین، او خانه را تکمیل کردین. او خانه اون از اون خانه‌ای که برای عبادت خدا مشخص شده سر و سامان میگیره، نور از او خانه در دیگه خانه ها تقسیم میشه. هر کس ناراحتی کرد در او خانه میره او خانه‌ای که عبادت میکنه، در حالی که کل خانه ها، کل زمین برای عبادت برای مسلمان ها هست. یک جای مشخصه الا در او جا دیگه جای نماز نمیشه، نیست طور، در همه جا نماز میشه. بنابراین شما وقتی که نماز میخوانید و یک فامیل رو میشناسم، وقتی که می آمدن پدرش یا از کلانایشان مسجد دور بود، در اروپا بود، نماز میخواندن، همه اعضای خانواده در همون وقت معین وضو میکردن، می آمدن در سجاده هایشان نمازشان میخواندن. وقتی نماز میخواندن بعد از او یک پدرشان یا کسی که نماز میداد یک حدیث شریف میخواند یا یک موعظه میکرد بسیار کوتاه، یکی به دیگه خدا قبول کنه نمازه. بعض وقتا اونا با هم دیگر دست ندادن، فامیل بودن، خواهر و برادر، پدر مادر اینا بودن. بعض وقتا سه قل ما شما میگیم قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میخواندن، کف میکردن، باز با دستای یکی دیگه شون اونا در بدنهایشان میمالیدن. یک محبت بود، یک سرشاری بود. سبحان الله. همین خودش سبب میشه که نماز محبتش در دل انسان جا بگیره. در اون خانه کشمکش نیست، در اون خانه جنگ نیست. در روزم کلانایشان میگفتن که هر وقت بچه خال مقالتون برآمد برین دیستی کردن یک وضو بگیرین، یک دو رکعت نماز بخونید، از خدا کمک بخواین اگر مشکل پیدا شده باشه، اگر خودتون ملامت باشین توبه کنین، اگر که طرفتون مقابلتون گناهکار ببخشینش.
این در کجا میگفتن؟ در وقتی که نماز میخواندن در خانه. پدر و مادر عزیزم، شما زمینه سازی کنین برای نمازهای جمعی در داخل خانیتان. ما فضای خانه ما را با نماز ما مزین کنیم، عطر پاش کنیم. من یک دوست ما بود، آدم خوبی بود، دکانش همین چیزهای اسلامی میفروختن. من میگفتم برش که دکان خودت باید که فرق داشته باشه از یک دکان عادی که در اونجا هر کس داخل میشه یک چیز میخرن. ولی اگر در اینجا مسلمان داخل نشوه، احساس کنه که دکان عادی نیست. در بعضی جاها، در بعضی مغازه ها یک موزیک میمانن، یک دنگ و دنگ میپردن. او را میگفت اوش کنی کار نکنی. تو یا قرآن بان، یا یک نشیده، یا یک سرود ربان که در او فضایل اخلاقی باشه، یک نعت باشه، از مدح رسول خدا باشه، یک مناجات باشه، اینا ربان. چیزایی نمان که در دیگه جاها هست، اینجا باید مشخص باشه. دکانت باید خوشبو باشه، یک چیز خوشبویی در بده. هر کسی که میاد شما کاتشان اگر مسلمان است سلام علیکم کنید، ولو کو داخل شو هلو بگویا یا یک چیزی بگویا، شما سلام بدید برش وقتی شناختین که مسلمان. او خودش قسم میکنه یک وقتی میگه ما در دکان بودیم، یک خانم داخل شد، سرش لوچ بود. وقتی که در آمد یک دفعه پس برآمد، گفت بسیار ببخشید ما نفهمیدم سرلوچ آمدیم. بعد از ما خواستیم خیر است خانم بیا داخل بیا، مسجد نیست این دکان است. سبحان الله. و میگه هر کسی که میامد، یعنی اگر هر کس مبالغه نکنم، یعنی بسیاری کسایی که میامدن میگفتن دکان شما ما میم دل ما آرام میگیره، راحت میباشیم. از در و دیواری دکان مثل که نور میباره، رحمت میباره. اونها کسایی که در دکانشون همکار میگرفتن، یا اگه مردم میامدن، بچه ها میامدن برای تمرین کردن چیزشون از طرف مکتب، بعض وقتا همونطور در اینجا چیز دارن مضمون، مثل که بیاین یک جای عملی یک کار کنن. اونا که می آمدن بچهای مسلمان هم میگرفتن، دخترای مسلمان هم میگرفتن. شرطشان همین بود که وقتی ما نماز میخوانیم شما باید نماز بخوانیم. دخترای عزیز شما وقتی بیاین باید با حجاب باشین. اینجا ما برای به حجاب جای نداریم. طبعا در دیگه جایا با حجاب جای نداشت. این دکاندار میگه من پیش خدا مسئول هستم که عالی دکان اختیار در دست ماست، ما باید در اینجا قانون بگذارم. وقتی نماز میشد همه شاگردان را رخصت میکرد، دکان قلف میکرد، نه تنها در نماز جمعه. سبحان الله. بعض وقتا نوبت میکردن، یکی میرفت نمازش میخواد، اما نماز میخواد. در اون دکان خیر است، برکت است. شاید در اون دکان بسیار عواید نداشته باشه، ولی هم عواید کم و مراتب با برکت و در او خیر هست که در پول هایی که خدای نخواسته بی نماز ها داخل شوند، دکاندار نمازش قربانی دکان کنه و دردش نمیخوره. مثل که از حدیم گذشتم، بیان برنامه از دست ما رفت. آله به شما این فرصت میتونم که یک بیان برنامه را بشنویم، بعد از دوباره بیاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها واقصد رضي العماد، وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد، وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد.
دع عنك أثقال الهوى واعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد واعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض اخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز، نماز آرامش قلب ما و شما است. نماز است که بنیان خانواده ما و شما را تقویت میکنه. عکسش بی‌نمازی است که خانه را خراب میکنه، شخصیت ها از بین میره، به ماشین های تبدیل میشیم که میخوریم و مینوشیم و خواب میکنیم و میموریم. نماز برای ما روح ما را استوار میکنه، برای ما شخصیت میبخشه. نماز ما را به انسانیت میکشانه، ما را از ما انسان واقعی جور میکنه، انسانی که مقامش از ملک بالا میره. این نماز است. نماز است که تقرب ما را به الله زمینه سازی میکنه. هر قدر به نماز ما شوق و علاقه داشتیم، با اهتمام خواندیم، با خشوع و خضوع خواندیم، اما قدر به الله ما نزدیک میشیم، مورد نوازش و مهربانی های الله قرار میگیریم. اگر او جوانه که ازدواج میکنه، دختر و پسر، عروس عزیز من، داماد عزیز من، وقتی شما به هم میرسین، شما زندگیتان، اساس زندگیتان، بنیادش با نماز بگذارید. یه سنت های ما است که وقتی عروس و داماد میرن از پیش مهمان ها خانهشان میرن، به حجلشان میرن، در روزه میگن با 2 رکعت نماز بخوانید، شکرانگی الله ادا کنید. در اون شب که شب خوشحالی شماست، شب است که در دنیا شاید در زندگی یک دفعه بر انسان میسر شود. لذت او شب، خوشحالی او شب یک بار است. در همون شب برای ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور میدن شما 2 نفر نماز بخوانید. تشکری کنین از الله که شما را به یکدیگر حلال کرد. امشب شما لباس یکدیگر میشین، امشب شما دینتان تکمیل میشه. سبحان الله. شما امشب برای دوام نسلتان از الله کمک میخواهید. بنیاد یک زندگی را، یک خانواده را تشکیل میدین. در اینجا میگن آغاز زندگیت با نماز شروع کن، با نماز اهدافش بگذار. غرایز انسان است، نفس انسان است. انسان الله با غرایز و نفسش آفریده. از این خاطر ملک که غرایزی که در انسان است در ملک نیست. از این خاطر است ملک همیشه به فرمان الله است. ولی ما که نافرمانی میکنیم بعض وقت از خاطر که اما غرایز در ما هست. این عبادات الهی او غرایز در اختیار ما قرار میده که ما از راه حلال ازش استفاده کنیم، در راه مشروع از او استفاده، سرکش نشوه، ما را به منجلاب بدبختی ها نکشانه، ما را گمراه نکنه. نماز ما را از گناهانی که در کمین است ما را محافظه میکنه، از اون نمیگذاره ما را که پای ما بلغزه. عالی 2 جوان عزیز ما که وقتی با نماز پیوندشانه آغاز بکنن، زندگی خونشی و فراز زیاد داره، خوشی و جگر خونی داره.
فقر و غنا هست، یک روز نان هست، یک روز نیست، یک روز رنگارنگ زندگی هست. ولی نماز اون نزدیکی با الله، این چیزها را هم مگیشه گرد و غبار و از سر زندگی شما دور میکنن. شما پیوندتان پیوند تنها نفسانی و غرایز نیست، شما یک وجود میشه. سبحان الله. رنج ها و درد ها را نماز برطرف میکنه. انسان از حقارت و پستی هایش نماز نجاتش میده که تو حقیر نیستی، تو پست نیستی، تو پیش الله محترم هستی. به این خاطر این نماز است که میگه اتصال معنوی این دو نفره، این دو نوجوانی را که به هم زندگی را آغاز میکنه. بعضی جوان ها هستن همون شب از تقلید ستاره های فیلمی ها را دیدن، افرادی که از دین و از اسلام و از اینا خبر ندارن، صرف به خاطر رفع تشنگی های نفسانی و غرایز شهوانیشان هستن. ولی همون شب اینا حلال زندگی را شروع میکنن. باز هم میبینیم در اون زندگی که حلال شروع شد کارهایی را انجام میدن، کارهایی میکنن که من از گفتنش میشرمم. ولی ما اونا را مثل که نادیده میگیریم، میگیم که یک شب است یا آغاز زندگیشان است، بگذارین که خوش بگذره برشان. چطور خوش بگذره؟ همون رقمی که برای ما کسایی که فکر و هوششان در رو بودن معنویات ما هست، اخلاق ما را ضربه میزنن، دین ما را ضربه میزنن، جوانی ما را ازش سوء استفاده میکنن، از ما ستاره های فیلم جور میکنن، دیکورشن خانه ما را مثل خانه های عروسی هایی که در فیلم های هندی و ترکی و اینا دیدیم، اروپایی دیدیم. شما مسلمان هستید، از در و دیوارتان عوض او شمشله ها و او چیزهایی که به درد نمیخوره یک مقدار پولتان رو مصرف میکنین، از او قدر دیکور معنوی کنین خانه هایتان. با نور رحمت الهی چراغان کنین خانه ها را. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، پیام میته الله در سوره تحریم میخوانیم در آیت 6 که اعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره الی آخر آیه. ای مسلمان، خودت و اهلت از آتش نجات ببخش. ما کلانترین خسران، کلانترین بدبختی را ببینیم بر ما. قرآن میگه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامت. سبحان الله. بگو که خسران از او کسایی که در خسران هستن، اونها کسایی هستن که برای اهل و نفس خودشان ضرر رساندن در روز قیامت. الا ذلك هو الخسران المبین. هشدار می‌ده الله که امی خسران بزرگترین زیان و ضرر امی هست که در آخرت شما پیش الله سرافکنده باشین که به خودتان و به اهلتان ضرر رساندین. نه به درد خودتان خوردین، نه به درد خانواده خوردین. چقدر خطرناک است. این دنیا خود دیر شد. بنابراین ما وقتی نماز عزیزه میبینیم که ما را از بدبختی ها، از گمراهی ها، از فحشا، از تاریکی ها که در روی ما غبار آلود شد نبینیم چیزا، این نماز ما را از اونا رهایی میبخشه.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی نماز شام خواندن، اونا گاه یک مریضی برشان عاید حالشان میشد که میگفتن یک وقتی یک غذای زهرآلوده که خورده بودن، گاه امی درد تازه میشد. خانه آمدن وضعشان نارام بود، روز جمعه بود، نماز شام خواندن، آمدن خانه. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمایند که دیدم وضعشان نارام هستند. یا رسول الله چی شد شما را؟ دیدم تب کردن، فوری بسترشان هموار کردم، دراز کشیدن، سرشان 2 تا روی جایی را انداختم یا 2 پتو 2 شال انداختم سرشان، خنک میخوردن، تبشان بسیار شدید بود، میپیچیدن از درد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگن که ما آمدم خانه، دیدن رسول الله رفتم، دیدم که وضعشان خوب نیست، در بستر دراز هستن. از سر پتو چادرها وقتی دست در بدن مبارکشان گذاشتم، حرارت وجودشان از سر چادرها گذشت، دستم گرم شد. گفتم یا رسول الله شما خیلی شدید تب دارید. گفتن بله عبدالله، درد من 2 برابر دردهای شما هست، همونطور که اجرم پیش الله 2 برابر از شما هست، اما درد من 2 برابر است. در اینجا حالشان پریشان بود. در به نماز خفتن مردم جمع شده بودن، خانم ها و بچه ها را با خودشان می آوردن بر نماز. وقتی نماز شد صدا کردن مردم یا رسول الله، یا رسول الله، نماز است، نماز. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن نماز وقتش گذشت. مردم نماز خواندن، نماز از ما فوت شد. گفتن نه یا رسول الله، مردم منتظر شما هستند. گفتن یک تشت آب بیارین. آب آوردن، اینا خواستن خودشان خنک بسازن، با دستای مبارکشان از آب گرفتن و خودشان یک کمی را خواستن خنک شوند، آسوده تر شوند. بعد احساس کردن طرف بدنشان سیل کردن، خواستن بخیزن، دستکای مبارکشان کار نمیکرد، ناتوان بود، نتانستن بخیزن، بیهوش شدن. بعد باز کمی به حال آمدن، باز از بیرون مردم صدا میکرد یا رسول الله وقت نماز است. اونا دیدن که رسول الله تأخیر میکنن. باز پیامبر عزیز گفتن، مردم طرف اهل که در خانه بودن گفتن چی شده؟ نماز خواندن مردم، نماز وقتش رفت، ما از نماز ماندم. سبحان الله، در اون حالتشان نماز در زبان مبارکشان بود. باز برشان گفتن نه خیر یا رسول الله، مردم انتظارشون. 3 باری کار تکرار شد. بالاخره ناتوانیشان قسمی بود که نمیتونستن. دستور دادن که ابوبکر رضی الله عنه رو بگوین که برن به مردم نماز بدن. این نماز تا روز دوشنبه دوام کرد، نتونستن دیگه مسجد برن. هر کس می آمد زیارتشان، دیدنشان می آمدن، ولیکن نتونستن. روز دوشنبه شد، یک کمی به حال شدن. گفتن مردم نماز، وقت نماز شدن، من میرم مسجد، ببرین من. گفتن علی و عباس بخواین رضی الله عنهما، اینا رو بخواین. اونا رو خواستن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم برشون گفتن که یا علی یا عباس مرا بگیرین بردارین، من میرم مسجد. حضرت علی قسم میخورد به خدا، میگن پایهای مبارک شل بود، نمیتونه سر پایش برم، کشال ما اونا رو بردیم. وقتی به مسجد رفتیم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن که یارانشان ابو رقم به نماز استاده هستن که دستور داده بودن، ابو رقم مثل که در یک صف ملائک پیش الله استاده هستن، یا مجاهدین در صف بستن در مقابل دشمن صف آرایی کرد، همونطور منظم در نماز استاده هستن. بسیار خوشحال شدن، امتشان در حالت نماز دیدن و نماز خواندن. و همون روز دیگه آخرین روز بود، مثل که آمدن به خانه و حضرت جبرائیل علیه السلام یا رسول الله، ملک الموت آمده از شما اجازه ورود میخواه. صدا کردن بخواین بیایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که در حال تسلیم روح مبارکشان هستند به الله مهربان، میگن
نماز. ای مردم، نماز. به نماز دقت کنین، به نماز اهتمام داشته باشین. آخرین کلمات از زبان عزیز مبارکشان صلی الله علیه وسلم نماز بود. و به کنیزهایتان و زنهایتان شما مهربان باشید. بترسین از الله اگر نمازتان ضایع شود. بترسین از الله اگر خانما را شما اذیت کنید. نماز مقامش، منزلتش، رسول خدا صلی الله علیه وسلم در اون حالتشان که وداع میکنن و رفیق اعلا میپیوندن، در او جمع ما را هشدار میدن نماز. و این نماز بود که امت رسول الله، یاران رسول الله، از اطر زندگی که در جهل بود، در شرک و کفر بود، اینا انسانهای فرهخته شدن، انسانهایی شدن که سرتاج ملت ها شدن. حال نامشان یاد میکنیم رضی الله عنهم، میگیم خدا از اونا راضی بود. خدا از اونا راضی بود، اونا را خدا برای خودش بردشان، یادگارشان، نام نیکشان در قلب‌های ما زنده است. یکی از اولادهای از او صحابه در اینجا نامشان میآید که عامر ابن عبدالله ابن زبیر ابن العوام. در بین مرگ و زندگی، حال روزهای آخرشان است. بعض وقت بیهوش هستن، بعض وقت هوشیار میشن. در اینجا یه صدای آذان شریف، مؤذن صدا میکرد حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. دستور دادن، گفتن که مرا ببرین مسجد. اهل بیتشان خانواده گفتن که پدر بمت حال؟ گفت بله بمت حال. آیا این جواب منادی را من نتم؟ این مرا صدا میکنه، من نرو، مرا ببرین. سرش در زیر بغلشان در آمدن، از دستهای مبارکشان گرفتن، سر شانه هایشان بردن پشت سر امام. در اوجه وقتی به سجده میرن، در سجده اول الله منان روحشان را قبض میکنه. زندگی با او خوشبختی و سعادت و مرگ با عزت و افتخار در داخل مسجد در حال سجده. بهترین حالت بندگی، آخرین حالت شکستگی و تواضع انسان در سجده است. الله منان او عزیز خودشه، به او حال ملک موت گفت قبض روح بکن که این ما کار دارم، بیاید اگه پیش خودت بیاید. روحشان شاد. حالا میریم به یک میان برنامه، انشاءالله بعد دوباره برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز، نماز پیش ما و شما باید هم تو مقام و منزلت داشته باشه، مثل که پیش عزیزایی که از ما گذشتن داشت. وقتی صدای اذان میشنویدن دلها میلرزید، تمام وجودشان به حرکت میمد که من بدوم به طرف این ندا، مال برم به طرف سعادت و خوشبختی. و دلشان به مسجد چنان وابسته بود، اونا میفهمیدن پیامبر عزیز گفته بود برشان که روز قیامت روزی هست که هیچ سایه وجود ندارد الا سایه عرش الله. و از جمله کسایی که قلبهایشان به مسجد بسته هست، عاشق رفتن به مسجد هستند. یک بار دو بار نیست، هر بار که وقتی که مؤذن اینا را صدا کنه باید اینا حاضر باشن. اما قدر محبت و شوقشان به مسجد بود، بسته بود دلهایشان، به مسجد بستگی داشت. پیامبر میگفت کسایی که دلش به مسجد بسته است، علاقه و عشق به مسجد داره، محبت به مسجد داره، در همون روزی که هیچ سایه بغیر از سایه عرش الله نیست، الله در زیر همون عرش خودش اینا را قرار میده. اینا هم آخرتشان رو خورده بودن، در دنیا که به عزت و سربلندی زندگی کردن، آخرتشان هم میخواستن که پیروزمندانه باشن. و همونطور بوده انشاءالله. کسایی که از این امتحانا گذشتن، با این رقم زندگیشان اثر و سامان بخشیدن، اونا رفتن. من از عزیزایم تمنا میکنم که از وقتم استفاده بکنیم، صدای گرم شما را بشنیم، تلفن ها باز شده، شما هم صدایتان بکشین که برنامه ما یک کمی زیباتر شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار گفتن که هر کس که ندای آذان شنید و جواب نداد، اینی که به مسجد نرفت، نمازش قبول نمیشه. سبحان الله. اگر عذری نداشته باشه و صدای مؤذن بشنوه جواب نده، یعنی نماز نره، به مسجد نره، نمازش نمیشه. در این وقت یکی از صحابای جلیل القدر عبدالله ابن ام مکتوم، چشمکای مبارک نابینا بود، از جایکشان خیستن، گفتن یا رسول الله، پس نمازهای ما و به حال ما نمازهای ما نمیشه خیلی. و مبارک البته گاه گاهی مسجد نمیبودن، شب خصوصا که تاریک میشد. حضرت عبدالله ابن مکتوم شخصیتی است که قرآن چند آیت قرآن نازل شد در مورد از او. اعوذ بالله عبس و تولی ان جاءه الاعمى. امی کافی است برای پرازندگی و بزرگی شخصیت حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه. و همین کافی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که مردم، هر کسی که میخواه قرآن همون رقمی که نازل شده یاد بگیره، بیایه از عبدالله ابن مکتوم یاد بگیره. و همون رقم میخوانه مثل که همون رقم نازل شده با صدای نازنینش. همین شخصیت وقتی سوال میکنه از پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم که این نمازهای ما چطور میشه یا رسول الله، میگن یا عبدالله، تو صدای مؤذن میشنوی، اذان میشنوی؟ میگن میشنوم یا رسول الله. میگن ببخشی که من برای تو هیچ چاره ندارم. باز میگن مبارک که یا رسول الله، من از راهی که میایم خزنده های موذی ضرر میرسانه برای مثلا مار و گشت اینا باشه، یا در راه بوته و خس و خاشاکی که از در لباس ما بند میمونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر رحمت بودن، امتشان دوست داشتن،
به خاطر نجات امتشان شب و روز گریه کردن که خدایا شفاعت امت ما به ما ببخش. او چطور رواداری میکنن که یک کس نابینا هست پروا نداره به غلطی بفتی بیا. اونطور نمیخواستن، او رقمی نبود. باز پرسان کردن که صدای اقامه را میشنوی؟ گفت میشنوم یا رسول الله. گفتن ببین من نمیتونم بر تو چاره پیدا کنم، باید تو جواب بدی، باید به مسجد بیایی. چی میخواستن رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ این سفارش ها کلش متوجه ما و شما هست. ما امروز نه راه ما دور است، نه چشم ما نابینا هست، نه کدام حیوان مضر و موذی در سر راه ما هست. بعض وقتا خصوصا در کشورهای مسلمان که در و دیوار و خانه های مسجد، آیا او قدر مسجد داریم؟ داشتیم؟ دانستیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینو میدونستن وقتی که عبدالله ابن مکتوم از داخل خانهش بیاید، خود چهار تا نمازخوان دیگه هم از دور پیشش میاین، اونا حتما دستش میگیرن میاین دیگه. با او خاطر به اونا گفتن تو چاره نداری بیایی باید. حال من که در خانه نشسته باشم یا جوان پسر من دخترای ببخشید پسرای من، ببینین این اسلام عزیز، این مسجد رفتن برای مردا در گردنشون از دین کلان گذاشتن، تو مجبور هستی بری مسجد. یکی چقدر فضایل داره، چقدر از تنها خواندن کرده، از در خانه خواندن کرده، چقدر او مقامش بلند است. ولی وقتی که صدا رو بشنوی و بتونی آمده تو معذرت نداشته باشی، نماز در خانه چه رقم زیر سوال میره. پس شما باید غمتان رو بخورید. او جوان عزیزی که با موبایلش با کامپیوتر نشسته اذان داده میشه، مادرکش میگه بچیم اذان داد، خیر میگه میرم. آیا اگر رسول خدا زنده می بودن صلی الله علیه و سلم این جوان برش چی جواب میدادن؟ راحت هستی. بعضی کسا هستن که وسایل از در زیر دستشان، اگر مسجد یک کمی دورتر هستن مردم ها که از دور دست ها خود به مسجد میرسونن. اونا اهمیت نماز فهمیدن، اونا از نماز خیر دیدن در خانوادهشان. خانوادهشان به راحتی زندگی میکنن، در خانهشان جنگ و جنجال نیست. او در زندگیش موفق است، کامیاب است، در اداریش موفق است، در مکتب او نمرای ممتاز میبرد. همون نماز خانی که نمازش به خاطر الله میخونه، با تمام اهتمامش میخونه، نه ای که من نماز یک وظیفه است که باید خلاصش کنم. مثل مامورینی که در وطن خود ما به دفتر میرفتن، آذیریشان امضا میکردن و باز روز ساعت آخر هم یک امضای دیگه میکردن که معاششان نسوزن. در اون دورانی که ما جوان بودیم و هم ماموریت کردیم در وزارت زراعت بودیم، یکی از همکارای ما بود میگفت که این معاش را که برای ما میتن یک کلکشک که میکنیم حلال میشه. چقدر ناروا بوده این حرف. شاید هر کس هم برای خودش امیر احمد تلقی کرده بود. به نام رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بزرگوار. علیکم سلام خواهر مهربان، بفرمایید. شما خوب هستین؟ الحمدلله. بزرگوار، من مادر انس هستم از تاجیکستان و از برنامه بسیار استفاده میبریم. الله مهربان به همه خیر نصیب کردند. بسیار تشکر خواهر عزیز. الله مهربان نگهبان باشد. بخش اول داشتم در مولدی نماز خوندم. من با دخترم در خونه بتوانم این با جماعه خونم یک دویه و خیلی آن رو خوندم، از آن رو شرد یه دوست بزرگوار. یک کم بلندتر صحبت کنین خواهر، نفهمیدم. با دخترتان گفتین چی کردین؟ بله، برم نماز خوندن رو شروع کرده؟ اوکی، خوش. بله، در خانه ما در مسجد خونده نمیتونیم و در خانه اگر اجری نماز با جماعت رو گفته میتونم با دخترم اگر خوندم در خانه.
فهمیدم خواهر عزیز، فهمیدم. بعد استاد ببخشید چی خیلی من نماز با جماعت را با او کنم و چی نیت کرده کنم اینو فهمانید استاد؟ بسیار خوب، بسیار خوب. الله مهربان خودش خیر نصیبتون گردم استاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند حفظتان بکنه. تشکر خواهر عزیز از توجهتان. خداوند مثل شما مادرها را در جمع امت ما زیاد داشته باشه. خداوند خیرتان بده. و تا جایی که فهمیدم خواهر عزیزم، به نام رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ما استاد محترم ذکر آدم ناتوان باشه، یعنی مریض باشه، به قلب کنم میشه؟ ذکر؟ بله. بسیار خوب. دیگه هم گفتنی داشتین؟ استاد محترم گفتنی زیاد است، دیگه روز بخدین انشاءالله. خدا قلب وای مریض بی شما باشه، بی انرژی باشه. فهمیدم، یادداشت کردم. انشاءالله منتظر. بسیار تشکر از تلفنتون. خدا خیرتان بده. خدا حافظتان. بله خواهر عزیز که همراه دختر نورس و جوانشان که الحمدلله پا به جوانی گذاشتن و مسئولیت عبادت ها به دوششان سپرده شده، نماز میخوان با جماعت بخوانن و ثواب جماعت داشته باشن. خوشا به حال عزیزا. بدون شک شما از طرف این دین عزیز شما مجبور و مکلف نیستید به مسجد برین، ولی اگر زمینه سازی شده باشه که به مسجد رفتن شما اشکال نداشته باشه، شما اگر مسجد میرین شما را کسی از مسجد رفتن منع کرده نمیتونه. به این خاطر شما با مو شوق ازی که ما خدایا کاش میتونستیم به مسجد بریم، اگر نتونستیم ما میتونستیم به مسجد بریم، نماز ما رو در مسجد بخوانیم، شما رو پروردگار از اون کسایی که در مسجد رفتن شاید ثواب نماز شما خیلی بالاتر از او باشه. در مذهب یکی از مذاهب اهل سنت و جماعت همینطور هست که اگر خانم‌ها هم در خانه باشن بخواین نمازشان به جماعت بخوانن، یکی از خانم‌ها که قرآن خوانده میتونن، اونا تو مثل مرداوار یک نفر پیش نمیشه، در وسط صف قرار می داشته باشه. ممکن است که یک چند سانتی از مقتدیای خودش یا کسایی که به اون نیت میکنن استاد میشن و نمازشون اونا به جماعت میتونن بخونن. خداوند در جمع شما اضافه کنه و شما را خداوند منان در جمع نمازخوانایی که در جماعت و مسجد میخوانن حساب بکنه. برادر عزیز ما که میگم ناتوان هستیم، ذکر ما به قلب باشه، بدون شک شما گرچه انسان وقتی کلمات قرآنی را به زبانش یا میخواد او را ذکر بکنه، اگر به زبانش نیاره او ادا نمیشه، ولی وقتی ناتوان هست قلب انسان خداوند عزیز میبینه. میگه من شما رو به قلبهایتان و به اعمالتان نگاه میکنم. به نام رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. مهاجرزاد میخواستم صحبت کنم. بفرمایید، من خودم هستم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است؟ شکر الحمدلله. زنده باشین خواهر. بفرمایید، صدایتان شنیده میشه. داشتم عاجز صاحب یک تا بچگی که 5.5 ساله دارم، یک تا که هم 6.5 ساله دارم. همیام 4 وقت مصبح یک درستشان سختی میکنه، بیدار نمیکنم. 4 ساعت در 4 وقت دیگه بیدارشان میکنم، نماز میخوانن، از مدرسه شان که میان نماز ساعت 1 بجه روز طول میرن، وضو میکنن، نمازشان میخوانن، بعد از نانشان میخورن. میگم یعنی سرشان ظلم نمیشه که من مثلا سرشان فشار میارم. 5.5 ساله و 6.5 ساله هستن گفتین؟ وقتی که من از این ما خود برای خانم ها برایتان معلوم است که یک چند روز عذر پیدا میکند، بسیار مرا سخت میسازن. میگه چرا نماز نمیخوانی؟ قطع شد خواهر عزیز. الحمدلله در بین این امت خانواده هایی هستن که
این دین با دل و جانشان میخواین عملی بکنن. یا الله خدایا به حرمت همین خانواده هایی که به اسلام مهر و محبت دارن این امت از این حال بیرون که خدایا. خواهر که عزیزم این بچگک ها هنوز 5 ساله و 6 ساله هستن 7 ساله هستن، اینا جوان نشدن. اینا وقتی است که اینا را عادت میتیم با شما. خداوند شما را خیر بده که اینا را در این سن و سال شما برای تحفیظ و برای مسجد اینا را سوق دادین، شوقشون را آوردین. نماز صبح که نمیتونن خواندن خیر است، شما کوشش نکردین و شما هم که در اون حالت میخواین نماز بخوانین، شما میتونین به زبان خود کودکانه برشان بگین که خدا زنا را ماهانه یک چند روزه میبخشه بخیده کنه دم بگیرن. ما خدمت شما را میکنیم، ما در خانه زحمت میکشیم. خداوند عزوجل تنها برای خانم‌ها برای مادرها همین بخشش را کرده. خیر است اونا اگر به زبانی که طبعا به جزئیاتش ما و شما ممکن است ادب و اخلاق است نمیتونیم حرف بزنیم، ولی که او عزیزکار شما جوابهای قانع کننده برشان بتین که اونا در شک و شبهه نباشن. بنام رحمت. السلام علیکم. بله استاد محترم سلام علیکم. مجددا از افغانستان بشیر هستم، تماس گرفتم از ولایت جوزجان. بفرمایید بشیر جان گل بفرمایید. استاد جان نه خب زود قطع کردیم ما خب بعد گفتیم کمی پلان صحبت کنیم. بفرمایید. استاد محترم خانه خودم بیادر داریم بگم هر وقت نماز رو نمیره کلان هر وقت دستان موبایل هست. بله میشنم. باز در کوچه هم دیگه شبرها چی کنین مردم نماز به طور میخوانه با خود یک عادت کرده ایش که دیره تنها با خداوند یک دین از پلرش آدت عادت کرده نمیشناسه خدای خدای پیغمبر مصحب خود نمیشناسه نه پس مردش خودمان میگم در مزر رسید با مزر حضرت ابراهیم علیه السلام اینو پیغمبر و بیار خود کنه نمیتونن. یعنی و خود ما جربت در مسجد میکنیم از مولای ماما ما در گروه رو پرشان میام ما در با توحید در هر سنت حقیقه داریم زیادتر یعنی پیروی از سنت های حضرت صلی اللہ علیه وسلم میکنیم صرف از خداوند. اینجا مولای ماما زیاد است ما اول خودم تصویر میکردیم شرک زیاد بوده. این در افغانستان خود ما شرک زیاد بوده، شرک ما نمیدیم. از پشت مولا میره که مولا چیزی نمیشه حالا مولا خانی و دیگه و دعا گرفتن و یک جنیات و دیگه یه غالی همه تلنای اصال حق توحید و کلمه و نور قربان اینا شویم خاک و پای اینا شویم. خداوند یک ما راستم امروز شناختیم امی روز خودتای شناختیم بهتر شناختیم. تو وقتی عبادت میکردیم یک عادت بود برای ما. خداوند چی نبود خود بینه اکم بگویم مولا را از توش دخانه میرسیم یک سویز میکردیم دیگه میکرد هیچ چیزای نه حق بوده هیچ چیزی نبوده ما را بازی میداده. متاسفانه شناختیم سوال میشنویم یعنی 5 سال یا 3 سال اصول حق و دیگه پریزدای توحید یا وقت اصول حق فارسی بود اینا را تقییم میکردیم. حالی ما شناختیم صحابه ها به جایش متعالی شناختیم صرف سنت تیزه کنیم توحید یعنی خداوند هر چیزی بخواهیم از خداوند بخواهیم. این حتی از حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم چیزی ما خواسته نمیکنیم دیگه به حد شناختیم هر چیزی که بخواهیم از خداوند بخواهیم. حالا اصول حق استاد انصاری حالا چی کنیم عاشق شدیم بسیار چیزا آموختیم از استاد انصاری الحمدلله. تماس مستقیم هم میگیریم بازم یک خداوندی که بنا کرده با انسان های عاشق میشیم خداوندی هست که اینا را جور کرده با او باید ما عاشق باشیم. خداوند خیر بده شما را برادر عزیز. غم زیاد است منطقه یک نصیحت دیگر اصول حق کنین افغانستان ما اهل سنت می جنگه بحال کنیم اون طرف این فعلا در جنگ میمن است این طرف هم اهل سنت است این طرف هم اهل سنت از ایشون الله اکبر میگه از ایشون حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر ماست میگه رسول ماست میگه هر دوش یک نصیحت کنی هیچ چیزی نیست. خدا شما را خیر بده برادر عزیز. درد شما هم واقعا درد کل ما هست. خدا خیرتان بده. بسیار تشکر بشیر جان گل. امیدوار هستم صدای شما را
کسایی که شنیدن ان شاء الله لبیک بگوین و امی حرفای رک زدین. امی درد کل جامعه های اسلامی ما هست. امروز یک کسایی هم هستن که هنوز هم دستبردار نیستن از مسلمان ها، همو خرافات و همو بدعت ها را هنوز هم دنبال میکنن. خدا از شرشان، اونا اگر قابل هدایت نیستن از شرشان خلاص ایم، اگر قابل هدایت هستن از الله تمنا میکنیم خدایا همه ما را هدایت بکنه، دین ما را، دین اصلی ما را بیافیم، دینی را که خداوند بر ما امانت داد. خدایا او دین خدایا بر ما در نفس ما، در جان ما، در خانواده ما حاکم بساز یا الله. بنام رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. بلندتر صحبت بکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدایتان شنیده میشه؟ کمی بلند صحبت کنین. سعید جان نانتان موزعی فکر میخواستم با میروزه با می سالی یک در تماس بگیرم. بلندتر بگوین. نفهمیدم. بلندتر بگوین. گفتم که با می شبکه این سالی یک ساعت میکردم فضا را جای من انتان میکنم که بسیار بسیار است. شما اگر گپ میزنین بگوین، ما یک 3-4 دقیقه وقت داریم. سعید بسیار میداشتم که ما در تماس بودم از افغانستان صحبت میکنم با شما راجع به ایساب یعنی نمازی خفتن کسایی که یک تماسی راست دارن یک هم میشه. بسیار خوب. در نماز خفتن از تشویش راه هست؟ بله، از ایسابی که تشویش هست، از ایسابی یعنی انقلاب دیگر بعضی کسایی هستن که بسیار بیچاره در وقت نماز داشتن. بسیار خوب، بسیار خوب. یادداشت کردم. دیگه هم چیزی گفتنی دارین؟ نه، از زیاد تشکر. خدا. سلام علیکم. بسیار تشکر از شما. خداوند خیر بده برادرای عزیز من. بله، خواهر عزیز که بچه هایشان هنوز خرد هستن خیر ببینن، اونا را متوجهشان باشن. قلب، ذکری که به قلب گفتیم میشه، همون قلب انسان با الله وصل باشه. ذکر الله ما در قلب ما میکنیم، ولی که بعضی کسا هم در قلبشان قسم ذکر میکنن که بازو قلب به حرکت میارن. وقتی شما را با آغوششان میگیرن، بعضی کسا هم تو عادتش هست یک حرکت از قلبشان میته که شما را کش میکنه، زیر اثرش بره. او قسم کارا را ما شما نمیکنیم. منظوری که در دل ما الله ذکر میکنیم، زبان ما اگر مشکل داره که نمیگرده، و منظور از این ذکر الله هست. برادر عزیزی که بچه های جوان گفتن از دینشان بیخبر ماندن، متاسفانه سالهای سال این کشور مظلوم ما از دین بیخبر مانده بود. ما در بیرون همی تو شعار میدادیم، میگفتیم که بهترین اسلام در افغانستان است. بهترین مردم در افغانستان بودن که به دینشان اخلاص داشتن، محبت داشتن. ببینیم وقتی که اینا را به طرف جهاد در برابر روس‌ها دعوت کردن، همگی خیست، در حالی که از اسلام ما متاسفانه نظام هایی که در اون کشور آمده بود اسلام بر ما چه رقم نشان دادن. شما را به خدا، علمایی که در اونجا، امامایی که در مساجد بودن، چقدر به زندگی پایین ترین از وضع اقتصادی پایان استفاده میکردن. او کار نانشان سر خانه ها تقسیم بود. اینقدر علما و شخصیت های اسلامی ما، امام های ما، مساجد ما چقدر فقیر بودن، چقدر بهای اندک گرفته شده بودن. از اون خاطر ملت بیچاره مظلوم ماند، بیخبر ماند از اسلامش. یکی چند وقت الحمدلله یک سر و صدایی شد، اینا برای هفتید مردم متوجه شدن اسلام چی است. خداوند شما را حوصله بده، شما او جوانها را در آغوشتان بگیرین. اونا که گناه ندارن، امروز اگر غفلت میکنن اونا بی خبر ماندن. اگر یک بار اینا خبر شدن، مثلا اون مادرکی که بچهای 6.5 ساله و 5.5 ساله که به قرآن به حفظ قرآن روان میکنن، شما از این بچه ها، از این جوان، اینا امید ما شما هستن. اینا را سرشان دلسوزی کنین، بر شفقت برشان برخورد کنین، اینا رو بشانین. اما تو که شما چقدر خوب گفتین، بشینین با اینا صحبت کنین، قار نشین، از خشونت استفاده نکنین. حالا ما شما یک مریض داریم، در هر خانه ای هست مریض ها داریم. این مریض های ما به تداوی ضرورت داره، با دکترای مشفق ضرورت داره. به او خاطر سخت نگیرین با اینا. طبعا با او طرفی که یک مردم باز همون رقم میخواه مردم به چنگش بکشانه، از همون دوریشان از دین استفاده کنه، تعویض بده، اونا را به دستبوسی خودشان بکشانن و سبحان الله.
اینا را شما بسیار به حکمت با این کارا برخورد کنید. خدا نخواسته شما به چیز نشوید. همین جنگی که تا حال دوام داره، حال خود متاسفانه دشمن ما کار کرده که میخواه حال افغانا با هم بجنگن. دیروز اگر که روس‌ها جنگ داشتیم و اگر چند روز پیش با امریکایی ها و با اروپایی ها جنگ داشتیم، حال اینا پایشان کشیدن میخوان که ما با خود ما جنگ کنیم. باید این کسایی که به خاطر خدا و به خاطر آزادی وطنشان جنگ میکنن، اینا دیگه بفهمان که با کی جنگ میکنن. طرف مقابلتان کی است که با او جنگ میکنید؟ شما اگر برادر افغانتان است، خواهمه تو که برادر من که نمیفهمه رفته از موبایلش استفاده میکنه، مسجد نمیره، وقت نماز ضایع میکنه، او برادر دیگه که الله اکبر میگه طرف ما فیر میکنه و یا من که الله اکبر میگم طرف از او فیر میکنم، همینا رو خدا نمیپسنده. چی مشکل در بین ما و شما هست که با زبان نمیتونیم بگوییم که با میله تفنگ ما میگیم بیا این تفنگای ما رو برداریم، حال دیگه خون یکی دیگه ما رو نریزیم، بشینیم با تفاهم. او دشمن خوش داره که نیروهای ما و شما ضایع شود. وقت خلاص شده، او برادر که خفتن نماز به خاطر امنیت نمیخونه، خداوند امنیت بیاره. شما تا بر جانتان محافظه بکنید. بعض وقتا همین مسائل میشه شمال میشده، مشکلات ایجاد میشده، پیامبر عزیزم دستور میدادن که شما در خانه هایتان نماز بخوانید. خداوند عزیز روز امن و امان در کشور ما بیاره. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.